مرد مسلمان به خانه دوستش که نصرانی بود به مهمانی رفت. راه خیلی زیادی را طی نموده خیلی خسته و آزرده شد. بالاخره به نزد یک درختی رسید. خواست کمی در زیر این درخت خستگیش را رفع سازد. کمی در نزد درخت نشست و بعداً از جای بلند شد و راه خویش را ادامه داد. در راه خیلی مشقت‌های زیادی کشید. راه خیلی دراز و طولانی بود. از این رو مسافر با خود کمی غذا گرفته بود تا در راه گرسنه نماند. به همین طریق تل و تیپه های بسیار بلندی را رد شد و در آخر به مقصد رسید. از بلندی ها نظر انداخت و دید که دیهه دوستش نمودار است. زود به سوی دیهه قدم زنان شتافت. وقتا که به خانه دوستش رسید خیلی زیاد خسته شده بود و دوستش را صدا کرد. پس از صدا کردن بعد از چند لحظه دوستش صدایش را شنید و بیرون شد. و او را به خانه تکلیف نمود. و آنها داخل خانه گشتند. مرد نصرانی مرد مسلمان را خوب پذیرایی کرد. دسترخوان آراستند، غذا آوردند. ها با همدیگه خوردند و صحبت کردند. بعد از این را دوستان خوب ببینید و خوب گوش کنید. چرا این را آوردی؟ این چیز حرام است. آیا انگور حرام است؟ نه، انگور حرام نیست. اگر انگور حرام نباشد پس این آب انگور است. تو را همخوابه شدن با همسر جایز است؟ بله جایز است. با دخترت چی؟ این چه لفظی زشت است؟ البته که حرام است. چگونه حرام است؟ او همین دخترت از همین زنت شده است کو؟ چگونه ای که همین دخترت از آن همین زنت شده است به او هم خوابه کردن جایز نیست؟ آن همین شراب هم از آن همین انگور شده است ولی نوشیدنش برای تو حرام است. دوستانم، هیچگاه کوشش نزدیک شدن به حرام کرده های پروردگارتان را مکنید.
زیرا هر آنچه که برای شما ضرر می آورد پروردگارتان حرام کرده است.